سلام و صبح بخیر. به حواشی امروز خیلی خوش اومدین. از هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تیم پرسپولیس در بازی جذاب موفق شد با تک گل امید علیشاه در قطر از سد الدحیل عبور کنه و با 3 امتیاز به رده دوم برسه. اما در بحث برانگیزترین مسابقه این هفته لیگ قهرمانان آسیا، در حالی که قرار بود سپاهان در اصفهان میزبان الاتحاد باشه، اما این دیدار به دلایل نامعلوم لغو شد و طرف عربستانی به سرعت ایران رو ترک کرد. در شرایطی گفته میشد امکان داره الهلال از بازی با نساجی انصراف بده و راهی عربستان بشه، اما خبر رسیده دیدار دو تیم عربستانی و ایرانی قطعا امروز برگزار میشه. و از مسابقات آسیایی هانگژو هم در رقابت‌های دو میدانی و ماده پرتاب دیسک، حسین رسولی و احسان حدادی به ترتیب ایران رو صاحب مدال‌های طلا و نقره کردند. خیلی ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.